مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار دوم. روز و شب در سما رقصان شد. شیدایی مولانا. مولانا در فراق شمس بیقرار و ناآرام شد و یک باره دل از دست بداد و شوریدگی آغازید و روز و شب به سما و رقص و ترانه پرداخت. روز و شب در سما رقصان شد، بر زمین همچو چرخ گردان شد. حال زار و آشفته او در شهر بر سر زبانها افتاد. همه مردم با حیرت و شگفتی از خود می پرسیدند شگفتا که چنین مفتی و قطبی که خود مرجع سوالات و نیازهای عامه است و امور آنان را به حکم و فتوا تعیین می کند، چسان عاشق و شیدای آن ژولیده گمنام شده است. غلغله افتاد اندر شهر، شهر چی بلکه در زمانه و دهر، کین چونین قطب و مفتی اسلام، کیست اندر دو کون شیخ و امام. حیفا که شیخ ما به کمند این درویش بینام و نشان فرو افتاده است. کرد آهنگ و رفت جانب شام. آهنگ رحیل. این شیدایی و آشفته سری بدان جا رسید که تاب و قرار از او در ربود و دیگر قونیه را جای درنگ ندید. پس ناگهان سفر را ساز کرد و قونیه را به سوی شام و دمشق ترک گفت و جمعی انبوه از عام و خاص و مریدان رسیده و نارسیده در پی او روان شدند. کرد آهنگ و رفت جانب شام، در پیش شد روانه پخته و خام. وقتی که این آفتاب جهانتاب ارشاد از کرانه دمشق طالع شد، گرمای معنوی آن دلهای سرد و فرسوده آن دیار را گرما بخشید و شیفته خود کرد تا بدان جا که در شعاعش پرنور و مستغرق گشتند. همه را کرد شیفته و مفتون، همه رفتند از خودی بیرون. اما مردم آن دیار نیز شگفت زده شده بودند و با خود می گفتند او کیست و چی بزرگ است که این خورشید عرفان و معنا همچون ذره در پرتو انوار او چرخ می زند. از آن سوی نیز مردم قونیه در فراق مولانا بیتاب شده بودند، به حدی که به سلطان روم عریضه ها نوشتند که مولانا را بازگرداند. رفت همچون کبک و همچون باز آمد. کمال کامل. مولانا در دمشق هرچی گشت و جست شمس را نیافت و ناچار به قونیه باز آمد. در این سیر روحانی و سفر معنوی هرچند که شمس را به صورت و جسم نیافت، ولی حقیقت شمس را در خود طالع دید و دریافت که آنچه به دنبال اوست در خود حاضر و متحقق است و همان حال شمس بر او نیز ظاهر و عیان. این سیر روحانی در او کمال مطلوب پدید آورد. کبک که طریقت بود و باز بلند پرواز حقیقت شد. قطره بود و دریا شد، ذره بود و آفتاب شد و یکسر شمس شد. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. گفت اگرچه به تن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. کرد رجعت به روم و باز آمد، رفت چون کبک و همچون باز آمد. خطرش چون فزود و دریا شد، بود عالی از عشق اعلا شد.
چون چنین شد مگو نیافت ورا، کانچه می جست شد برو پیدا. افلاکی می نویسد اگرچه حضرت مولانا شمس الدین را به صورت در دمشق نیافت، اما به معنی عظمت او را و چیزی دیگری در خود یافت. مولانا به خانه باز آمد و رقص و سماع و ترانه را دوباره از سر گرفت. قوالان و خوانندگان را نزد خود می‌خواند تا بخوانند و بنوازند و او در سماع غرق می‌شد و پیر و جوان، خاص و عام، پخته و خام، همانند ذره‌ای در آفتاب پر نور او می‌گشتند و چرخ می‌زدند. پیر و برنا چو ذره ها رقصان، پیش آن آفتاب عشق از جان. رفت با جمع خلق سوی دمشق، باز آهنگ رحیل. چندین سال بر این منوال سپری شد و باز حال و هوای آن شمس حقیقت در سرش افتاد و پیلش خواب هندوستان عشق دید و آهنگ رحیل کرد و جمع نیز از پی او روان. چند سال نشست و باز عشق، رفت با جمع سوی دمشق. ماها در دمشق ساکن شد، بیقرار و بیتاب به جستن شمس پرداخت، ولی هرچی کوشید جوشید شمس خود را طالع ندید. در همان ایام که در دیار دمشق سر میکرد، دانشمندان شام و شامات و همی خاص و عام از اثر صدق تام و عشق تمام مرید و غلام او گشتند، ولی او اعتنای به این امر نداشت. سرانجام چاره ندید جز بازگشت به دیار خود. لقبش بود شه صلاح الدین، صلاح الدین زرکو. مولانا بنابر عقیده عارفان و صوفیان بر این باور بود که جهان هرگز از مظهر حق خالی نگردد و حق در همین ظاهر پیدا و ناپیداست، منتها در میان مظاهر این مظهر اتم است که لیاقت تامه برای مظهری اعلا شدن دارد و اینک باید دید که آن آفتاب جهانتاب که در کالبد خاکی شمس تبریزی طلوع و آنگاه غروب کرده از کدامین کرانه سر برون می آورد و از چی مشرق طالع می گردید و از وجود چی کسی نمایان می شد. شیخ صلاح الدین زرکو توانست این لیاقت و شایستگی را در خود حاصل کند و جای خالی شمس را تا حدود پر سازد. صلاح الدین مرد عامی و امی و از مردم قونیه بود و پیشینه زرکوبی داشت و از علم و سواد بی بهره، حتی کلمات را نیز صحیح بر زبان نمی آورد. به قفل قلف می گفت و به مبتلا مفتلا. افلاکی در این باره می گوید همچنان منقول است که روز حضرت مولانا فرمود که آن قلف را بیاورند و در وقت دیگر فرمود که فلانی مفتلا شده است. بوالفضلا گفته باشد که قفل بایستی گفتن و درست آن است که مبتلا گویند. فرمود که موضوع آنچنان است که گفتی و درست آن است که مبتلا گویند. اما جهت رعایت خاطر عزیز چنان گفتم که روز خدمت شیخ صلاح الدین مفتلا گفته بود و قلف را فرمود و راست آن است که او گفت. چه اغلب اسماء و لغات. موضوعات مردم در هر زمان است از مبدأ فطرت. مولانا مدت 7 سال بر این حال بود که در اوج شوریدگی و آشفتگی سر بیقرار مرد صاحب دل را که محضر شمس را نیز در کرده بود به عنوان مصاحب و یار خلوتی برگزید و دید که شمس از افق او تابیدن کرده است و این یار غار تا حد موجب آرامش درون و تسلی خاطر او گشت و خود گفت آن شمس که می گفتم و می جستم به صورت صلاح الدین باز آمد و مرا آرامش داد و در واقع نرفته است، بلکه تنها جامه وضع کرده و به صورت صلاح الدین در آمده است.
گفت آن شمس دین که می گفتم، باز آمد به ما چرا خفتم. او بدل کرد جامه را و آمد، تا نماید جمال و بخرامد. مولانا زرکوب را خلیفه خود ساخت و به مریدان نیز گفت من سری شیخی ندارم و هر کس راه حق خواهد به شیخ صلاح الدین دست ارادت دهد و حتی سلطان ولد را نیز با آن همه مقام علمی و باطنی سفارشی کرد که باید حلقه ارادت زرکوب را به گوش کند، زیرا شاه راستین و مرشدی متین هموست. گفت بنگر رخ صلاح الدین که چه ذات است آن شیخ حق بین. مقتدیر جهان جان است او، مالکی ملک لامکان است او. هرچند سلطان ولد تسلیم سفارش پدر خود مولانا بود، ولی در عین حال مقام خود را به ویژه در علوم و معارف برتر و بالاتر از زرکوب می دانست. ولی سرانجام به فراست دریافت که معلومات و معارف ظاهری و محفوظات صوری نمی تواند چاره‌ساز مشکلات روحی و معضلات معنوی باشد. ای بسا گردش نگاهی همین ذخیره های معنوی آدمی را برباد فنا دهد و فقیری محضش گرداند. او با این تأمل از ورطه خودبینی و عنایت گذشت و رام و آرام از سری صدق و صفا مورد زرکوب شد و سر بدو سپرد. از غم و غصه شب نمی خفتم، حسادت نارسیدگان. اندک اندک آتش حسد و خودبینی مریدان خامطبع و نارسیده زبانه کشید و دشمنی و ستیزگری آغاز کردند و انجامها برپا ساختند و به بدگویی و طعن زرکوب سرگرم شدند که چنان ترهات می گفتند از غم و غصه شب نمی خفتند. دشنامگویی و ناسزا پراکنی هم نتوانست آتش پرلهیب حسد و رشک آنان را سرد و خاموش سازد، بلکه کار بدانجا رسید که کمر به قتل او بستند تا برای همیشه خیالشان راحت شود و خود به جای او طرف توجه مولانا شوند. سر ببازیم و زندهش نهلیم، چون از آن جان فکار و خسته دلیم. این خبر کم کم به گوش صلاح الدین رسید، ولی هیچ نهراسید و بیم بدل راه نداد، بلکه در کمال وقار و آرامش خنده کرد و گفت این کوردلان مگر نمی دانند که در این جهان کاه به جنبش نیاید مگر به اراده حق. اگر خدا مرا حافظ باشد کیست آن که خونم ریزد و جانم ستاند؟ خوش بخندید و گفت آن کوران که ز گمراهی اند بی ایمان. نیستن این قدر ز حق آگاه که بجز امر او نجنبد کاه. چون تواند کسی مرا کشتن یا به خاک و به خونم آغوشتن، چون خدا مرا نگهبان است حارس و حافظ تن و جان است. جامی درباره صدق و صفای او نسبت به مولانا میگوید و در بدایت حال مورد سید برهان الدین محقق ترمیزی بود. روز خدمت مولانا از حوال زرکوبان میگذشت. از آواز ضرب ایشان حال در وی ظاهر شد و به چرخ درآمد. شیخ صلاح الدین به الهام از دوکان بیرون آمد و سر در قدم مولانا نهاد. خدمت مولانا وی را برگرفت و نوازش بسیار کرد. از وقت نماز پیشین تا نماز دیگر خدمت مولانا در سما بود و این غزل فرمود: یکی گنج پدید آمد در این دوکان زرکوبی، زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی. شیخ صلاح الدین فرمود تا دوکان را یغما کردند و از دوکان آزاد شد و در صحبت مولانا روانه شد.
خدمت مولانا همان عشق بازی که با شیخ شمس الدین داشت با وی پیش گرفت و مدت 10 سال با وی مصاحبت داشت. دهل آرد و صدا بادافزن. وفات شیخ صلاح الدین. مولانا 10 سال با زرکوب هم صحبت بود و جای خالی شمس را با او پر کرده بود، تا اینکه زرکوب رنجور و بیمار شد و سرانجام نیز خرقه تهی کرد. او وصیت کرده بود که چون بمیرد بر جنازه‌اش آیین عزا و سوگواری برپا ندارند، زیرا رفتن به سوی محبوب حقیقی و وصال به مطلوب و ترک کردنی مصیبت خانه سرای 35 موجبی سرور و حبور و کمال شادمانی است، نه عزا و سوگ. از این رو مردم دف زنان و سما کنان و هلهله زنان او را به خاک سپردند. شیخ فرمود در جنازه من، دهل آرد و صدا با دف زن. شیخ صلاح الدین زرکوب در قونیه مدفون است و در جوار مولانا بهاءالدین. چون ستاره است شه حسام الحق، حسام الدین چلبی. حسام الدین چلبی معروف به اخی ترک، از اکابر عرفا و اعظام صوفیه و مرید صدیق مولانا بود. مولانا با او نیز 10 سال مصاحبت و مجالست داشت و حتی نظم و کتاب شریف مثنوی به درخواست او صورت گرفت که در جای خود به شعر گفته آید. خوش به هم بود مدت 10 سال، پاک و صافی مثال آب زلال. حسام الدین از مولانا مقام والا و عزیز داشت و سخت بدو شیفته تا بدانجا که آوردن. روز مولانا با جمع اصحاب به عیادت چلبی حسام الدین می رفت. در میان محله سگی برابر آمد. کسی خواست او را برنجاند، فرمود که سگ کوی چلبی را نشاید زدن، ای که شیران مرسگانش را غلام. گفت امکان نیست، خاموش و سلام. آن سگی را که بود در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. همچنین آوردند که از حضرت خداوندگار مولانا سؤال کردند که از این 3 خلیفه و نایاب کدامین اختیار است؟ فرمود مولانا شمس الدین و مصابت آفتاب است و شیخ صلاح الدین در مرتبه ماه است و چلبی حسام الدین میانشون ستاره است، روشن و رهنماست. همانا بیشتر بحریان راه را با ستاره میابند و مستغنی میشوند. همچنین در باب علاقه معنوی مولانا به حسام آوردند که وقت همسری حسام خلقتی کرد و جان به جان آفرین تسلیم، او پریشان و افسرده دل گشت و این ملال او مولانا را نیز آنچنان تحت تأثیر قرار داد که مدت 2 سال نظم مثنوی متوقف شد و در سال 662 هجری قمری مجدداً آغاز گردید. البته بر این روایت نقد در آمده که در مطلع دفتر 2 مثنوی بدان خواهیم پرداخت. همه اندر فغان و آه و نفرین. وفات مولانا. در پی تویت سوزان و آتشین در روز یکشنبه 5 ماه جمادی الاخر سال 672 هجری قمری، وقتی که آفتاب جهانتاب دامن زرنگار خود را از پهنای زمین برمی چید، آن آفتاب معرفت و حقیقت نیز پرتو خود را از این جهان خاکی برگرفت و رحلت فرمود. مدت‌ها بود که جسم نحیف و خسته مولانا در کمندی بیماری گرفتار شده بود.
و او در واپسین روزهای حیات خود حال خود را برای حسام الدین چنین وصف کرد: الا این مرکب جسم پر علت، گاه بیمار و گاه پلنگ و گاه خریلند، هیچ بر مراد دل هموار نمی رود. گاه لک لک، گاه سوکسو، گاه قبلی، گاه دبره، نمی میرد و نه صحت می پذیرد. او مشتاقانه در انتظار وصال به محبوب حقیقی بود و هر آن در پی نهادن کالبد جسمانی و پرگشودن به عالم روحانی. جامی در این باره گفته است: خدمت شیخ صدرالدین قدیس سیره به عیادت وی آمد و فرمود که رفع درجات باشد، امید است که صحت باشد. خدمت مولانا جان عالمیان است، فرمود که بعد از این شفا کلا شما را باد. همانا که در میان عاشق و معشوق پیراهن از شیر پیش نمانده است، نمی خواهد که نور به نور بپیوندد. من شدم عریان ز تن او ز خیال، می خرامم در نهایت الوصال. از آن سو همسر مولانا که دوست داشتن این شمس معرفت پیوسته بر دل سرمازدگان هوای بیتابد و گرمیشان ببخشد، گفت: ای کاش 400 سال عمر کردی تا عالم را از حقیقت ها و معارف پر ساختی. مولانا فرمود: مگر ما فرعونیم؟ مگر ما نمرودیم؟ ما با عالم خاک پی اقامت نیامدیم، ما در زندان دنیا محبوسیم، امید که عنقریب به بزم حبیب رسیم. اگر برای مصلحت و ارشاد بیچارگان نبودی، یک دم در نشیمن خاک اقامت نگزیدی. سرانجام این آفتاب معنا در روز یکشنبه 5 جمادی الاخر سال 672 هجری قمری سر در نقاب غروب کشید و رحلت فرمود و عالم را اندوهگین و ماتم زده کرد. 5 ماه در جمادی آخر بود نقلان آن شه فاخر. سال 72 بوده به عدد 600 از عهد هجرت احمد. در آن روز پرسوز سرما و یخبندان در قونیه بیداد می کرد و دانه های نرم و حریر این برف مانندی پروانگان سپید بال در فضا می رقصیدند و آرام و خموش بر زمین می نشستند و بیدرنگ چون آهن و پولاد صفت و سخت می شدند. سیلی پرخروش مردم از پیر و جوان، زن و مرد، مسلمان و گبر، مسیحی و یهودی در این عزای عظیم و ماتم کبیر شرکت داشتند و در آن سوز و سرما بی پروا برهنه‌پا جامه دران راه می رفتند و بانگ ناله و حنین سر می دادند. همهمه و غوغا به عرش اعلا می رسید. براستی قیامت برپا شده بود. افلاکی می گوید: بس مستکبران و منکران که آن روز زنار بریدند و ایمان آوردند و آن روز قلب زمهریر و زمستان سرد بود و اهالی قونیه غالباً سر و پا و تن برهنه بودند. تابوت مولانا چون زورق بر امواج متلاطم جمعیت این سو و آن سو می رفت. گاه در گرداب جمعیت ناپدید می شد و گاه پیدا. هر کس به جان می کوشید تا لحظه دست بر تابوت او رساند. مردم شهر از صغیر و کبیر هم اندر فغان و آه و نفیر. کلیساها و کنیساها و معبدخانه ها دیگر نیز از آن نشستند. مسلمان و مسیحی و یهود و گبر و هاکذا همه به یک سو و به یک مقصد در حرکت بودند. همه حال و مقال یگانه داشتند که همدلی از همزبانی خوشتر است. وحدت بود و تفریقه نبود. گویا روحی صمیم و وحدتگرای مولانا بر همه دلها حکم میراند. بیرنگی بر رنگها غالب شده بود که هست بیرنگی اصول رنگها. جدایی و منی رخت بربسته بود و همه یک تن واحد بودند. خاخامها و کشیشا و روحانیان مذهب‌های دیگر مولانا را بر سر نهاده و همراه
و هم دل با مسلمانان شیون می کردند و جامه می دریدند. در این گیرودار یکی از خام طبعان کجمدار، سریعت مداران ناسازگار که بر مرز تفریقه و تعصب دوچار بود، خواست که آنها را از شرکت در این هنگامه عزا و ماتم باز دارد که برو بانگ زدند. مولانا مسیح ما بود، او عیسی ما بود، ما راز موسی و عیسی را در او یافتیم. اهل هر مذهب برو صادق، قوم هر ملت برو عاشق. کرده او را مسیحایان محدود، دیده او را جهود خوب جهود. عیسی گفته اوست عیسی ما، موسوی گفته اوست موسی ما. 40 شبانه روز این عزا و صبح بر همین منوال برپا بود و از آن پس روح و فکر مولانا حکومت حقیقی خود را بر ذهنها و قلبها استوارتر کرد و همه جا از او می گفتن و نقل می کردن. و این روح و اندیشه هنوز نیز زنده و باقی است، چرا که جدا از وحدت است، نه تفریقه و تعصب. بعد 40 روز سوی خانه شدند، همه مشغول این فسانه شدند. روز و شب بود گفتشان همه این، که شد آن گنج زیر خاک دفین.